عرض می‌کنم خدمت شما. واقعا خیلی خوشحالم که تونستم این جایزه رو دریافت کنم. خب پارسال تیممون کلی تیمی عملکرد خیلی خوبی داشتیم. به نظرم این جایزه میتونه کمک خیلی از بچه‌های تیم باشه و امیدوارم این روند رو بتونم ادامه بدم و به اون چیزایی که تو ذهنم هست برسم. ببینید خب وقتی اول فصل که شروع کردیم، من قبلا هم گفته بودم مربی خیلی خوبی بهمون اضافه شد و خیلی چیزای جدیدی رو تو زندگی بهم یاد داد و منم سعی کردم یه هدف گذاری، یه تارگت گذاری کنم و دوست داشتم که بازی به بازی جلو برم، روز به روز پیشرفت کنم و تمام هدفم همین بود و به نظرم اینو تونستم انجام بدم و قطعاً میتونم از این بهترم باشم. نکات فنی بود که آقای اسکوچیچ میگفتن، هم ذهنیت خودم بود. به نظرم من ذهنیتمو یکم تغییر دادم و یکم حرفه‌ای‌تر زندگی کردم. خب کل بچهای تیم اینو می‌خواستیم، یعنی من از آقای خلیزاده، آقای شجاع خلیزاده، از بزرگترهای تیم اینو یاد گرفتم. تیممون یه دل بود برای قهرمانی. وقتی همچین فکری داشته باشید قطعاً می‌خواید انفرادی هم عملکرد خیلی بهتری داشته باشید. خب من علاوه بر خواب و تغذیه و تامینات انفرادی به نظرم تو این یکی دو سال گذشته بیشتر نسبت به قبل بیشتر تمرکز کردم. وقتی به دنیا اومده بودم، حالا خانواده‌ام میگه اولین کلمه‌ای که گفته بودی توپ بوده و این خیلی واسه خودم جالب بوده. خیلی علاقه زیادی به فوتبال داشتم چون تو خانواده‌ای بودم که داییام، فامیلامون اکثرا خیلی فوتبالی بودن. 5-6 سالم بود، پیش دبستانی که بودم، یه معلمی داشتیم. یه روز مادرم و خانواده‌ام صدا کردن، گفتم بیاید مدرسه. رفتم مدرسه، اینا فهمیدن من کاری کردم، چیزی شده، خیلی با استرس رفته بودن. گفتن که این پسر شما خیلی استعداد داره، ببرید سمت فوتبال. من از الان دارم بهتون میگم وقتی ما میریم تو فوتبال با بچه‌ها بازی میکنه مشخصه چه جوری توپو دوست داره، چقدر علاقه داره. از اونجا دیگه اون استارت تقریبا خورد و من فکر می‌کنم 8 سالگی بود، 9 سالگی بود که برای مسابقات مدارس انتخاب شدم. تست بود که بهم گفتن که، یعنی با مادرم و پدرم رفته بودیم سر تمرین، بهم گفتن که فرداشم بیاد سر تمرین. از اون فردا تا الان دیگه شده، یعنی من همیشه تمرین رو داشتم از 8-9 سالگی. گذشته خب میدونید وقتی میخواید از یه سنی به بزرگسالان برسید خب خیلی شرایط سختی داره، ولی من همیشه تلاش خودمو کردم. از بچگی همیشه هم هدفم این بود و به خدا اعتقاد داشتم. یه حسی بود بین من و خانواده‌ام که انگار مطمئن بودیم من فوتبالیست میشم. مثلا انگار یعنی همه جوره، هم خانواده‌ام هم خودم پشت من بودن، صد خودمون رو میذاشتیم. انگار مطمئن بودیم، مثلا انگار نه انگار که مثلا شاید تا یه مقطعی بری بعدش نرسی، ولی اینجوری نبود. خیلی سختی‌ها خب هستش، حالا تو جای دیگه شاید بهتون بگم خیلی سختی‌ها بوده که کشیدم، ولی همیشه میگم تمرین کردم، به خدا ایمان داشتم و صد خودم گذاشتم که بتونم به اون جایی که بخوام برسم و مطمئنم این لطف خدا بود که تونستم برسم. من همیشه وقتی به گذشتم نگاه میکنم، به روزهای سختی که گذروندیم با خودم، با خانواده‌ام. واقعا روزهای سختی ما گذروندیم کنار هم دیگه. مادرم، پدرم، خواهرم خیلی بهم کمک کردن تو مقاطعی، یعنی همه جوره اینا صدشون رو برای من گذاشتن و من هیچ وقت سعی میکنم خودم رو گم نکنم و همیشه به گذشته نگاه میکنم و بازم تلاشم اینه و مطمئنم باید جایگاهم از این بالاتر باشه و تمام تلاشم میکنم به اون مقطع برسم. فوتبالیستا تقریبا هر وقت این مشکل براشون پیش میاد، خب من به شخص خودم به گذشتم نگاه میکنم. یعنی شاید یه سری جاها یه سری فکر آدم میاد تو سرش، خب بالاخره همه انسان‌ها یه جایی خسته میشن بعضی جا، ولی خب من هیچ وقت جا نزدم. حتی بدترین شرایطم که بوده یه چند ساعتی تو ذهن خودم ناراحتی بوده، ولی بعدش گفتم من از بچگی تا اینجا رو خدا پشتم بوده، به اینجا رسیدم. اینجا به بعدش که دیگه چیزی نیست. این مقطع برای من باید دوباره خودمو از نو بسازم و خودمو بلند میکنم و محکم ادامه میدم. همیشه این برام انگیزه میشه. خب من خیلی دوست دارم این جایزه رو به خانواده‌ام تقدیم کنم که گفتم تو مسابقه همیشه پشتم بودن، حمایتم کردن و من از بچگی خب خیلی مسابقات، خب قهرمانی‌های زیادی هم داشتیم. خب یه جایی تو اتاقم هست، اینو اونجا میذارم، تقریبا مثل حالت کلکسیون میگن چی میشه، هم چیزی.